AudioJungle. تو این جلسه قرار با هم در مورد کارگاه ها صحبت کنیم. کارگاه ها تو ماشین های مختلف اندازه های مختلفی دارن که تو نرم افزار ویلکام میتونید با این گزینه کارگاهمون رو نمایش بدیم یا پنهان کنیم. مثلا من اگه یه طرح مستطیلی رو اینجا رسم کنم، ببینید که طرح مستطیلمون دقیقاً در مرکز این کارگاهمون قرار میگیره. خب و شما بعد از هر کاری، یعنی هر کاری رو که طراحی کردین، بعد اینکه تموم شد باید طرحتون رو نسبت به کارگاهی که قراره با اون کار کنید، طرحمون رو نسبت به مقیاس و اندازه اون هماهنگ کنید. حالا امکان داره مثلا اگه یه طرح مثلا خیلی بزرگی باشه، خب اندازه‌تون اگه خیلی بزرگ باشه تو کارگاه جا نمیشه. خب کار با اندازه ها هم که قبلا تو جلسه های اولیه گفتیم. خب و شما اگه روی این آیکون اگه کلیک چپ کنید که نمایش داده میشه و پنهان میشه. خب اگه حالا کلیک راست بکنید، تنظیمات کارگاه واسمون نمایش داده میشه که میتونیم از این گزینه کارگاه هایی که قبلا به کارامون اضافه کردیم و از این گزینه کارگاه هامون رو مثلا تغییر بدیم. مثلا گزینه ژانومه 280 در 200 من اوکی میزنم. ببینید یه کارگاهیه که برای چرخ‌های 450 ای ژانومه استفاده میشه. بزرگترین کارگاه این دستگاه همینه. خب حالا دستگاه‌های صنعتی مثل تاجیما و اینا هست که اندازه های مخصوص خودشونو دارن. خب حالا برای اینکه یه کارگاه جدیدی رو اضافه کنیم و به صورت دستساز این کارگاه خاص خودمون به صورت کاستوم ایجاد بکنیم، از این گزینه میتونیم نوع کارگاهمون رو انتخاب کنیم. مثلا مستطیل باشه، گرد باشه یا مستطیل باشه، یا مثلا واسه طرح‌هایی که 4 تا 5 تا واسه دستگاه‌هایی که از 5 تا کارگاه پشتیبانی میکنن میتونید از این گزینه انتخاب کنید. بعد از اینجا میتونیم مثلا عرض کارگاهمون رو تغییر بدیم. مثلا من اگه اینو به 200 تغییر بدم و اینو مثلا 320 و روی سیف اپ که بزنم، کارگاه جدید برامون ایجاد میشه. خب با اسم ژانوم نیو هوپ 2. خب اوکی که بزنم، ببینید که کارگاه جدید برامون ایجاد شد. خب حالا دوباره کلیک راست میزنم روی این آیکون. خب یه سری کارگاه های از پیش تعریف شده داخل ویلکام هست که مای هوپ، با این گزینه میتونید هر کدوم اگه دیدید مثلا دستگاه های تاجیما، SWF، ملکو، ژانومه و غیره، میتونید از داخل همینا نگاه کنید. ببینید اگه کارگاه مورد نظرتون داخل اینا بود که روش کلیک چپ میکنید و با همین گزینه به لیست کارگاهاتون اضافه میکنید. ببینید من این گزینه رو که میزنم میبینید که نمیدونم بارودان چیه، کارگاه 460 در 434 میلیمتر واسمون افزوده شد. روی اوکی که بزنید، حالا از اینجا نگاه کنید به لیست کارگاهمون اضافه شده و میتونیم ازش استفاده کنیم. ببینید روی اوکی که بزنن یک کارگاهی برایمون نمایش داده شد. خب و همیشه سعی کنید بعد اینکه کارتون تموم شد کارگاه مورد نظرتون رو انتخاب کنید، طرحتون رو اندازه‌شو ببینید مشتری چه اندازه‌ای رو میخواد. خب بعد
از چه کارگاهی استفاده میکنه. این چیزا دیگه باید یه چیزیه که همیشه باید در نظر داشته باشید تا خروجیتون بعداً به مشکل بر نخوره. و چیز خاصی دیگه نمونده. بعد اینکه کارتون تموم شد، کارگاهتون هم انتخاب کردید، همیشه از گزینه دیزاین روی گزینه آوتو استارت اند اند کلیک کنید تا کارگاهمون به صورت البته خودکار خودش این کار رو انجام میده، ولی باز همیشه روی آوتو استارت اند اند کلیک کنید. اگه ببینید میخواید دقیقاً مرکز کارگاهتون قرار بگیره، همین گزینه رو انتخاب کنید، تیک این وسطی رو بزنید. اگه میخواید از بالا به پایین تو مرکز باشه، بالایی رو بزنید. اگه میخواید پایین باشه، پایینی رو بزنید و روی گزینه اوکی که کلیک کنید. الان فکر کنید این برعکس بود. خب نگاه کنید، اگه دیزاین دوباره من اگه پایینی رو بزنم، ببینید از قسمت بالای کارگاه شروع میشه طرحمون تا قسمت وسطش. ولی سعی کنید همیشه تو مرکز کارگاه باشه، چون بعداً تو چرخ میشه تغییرش داد. مثلا میتونید داخل خود چرخ هم ادیت بزنید کارگاه. مثلا خودتون مشتری میتونه انتخاب کنه که طرح کجای کارگاه میخواد بذاره. شما سعی کنید همیشه وسط قرار بدید تا به هیچ مشکلی برنخوره. و چیز خاصی دیگه نمونده. امیدوارم که همیشه شاد و سرزنده باشید و تا جلسه بعدی خدا یار و نگهدارتون.